تو این ویدیو میخوام یه نکته جالب راجع به آیتم اسکال بشر و ابیسال برد بهتون بگم که با هیروهایی مثل فانتوم اساسین و اورسا راحت‌تر کیل بگیرید بچه‌ها. شما وقتی آیتم اسکال بشر رو میخرید توی توضیحاتش نوشته که اتک‌های شما 25% شانس این داره که انمی رو به مدت 1.2 ثانیه استان بکنه. به زبون ساده‌تر و خودمونی‌تر اینجوری میشه که بچه‌ها شما وقتی بلینک دگر می‌کنید روی هیروی انمی تو بدترین حالت ممکن دیگه اتک اول نه، ولی اتک دوم دیگه اگه خیلی بد شانس باشید دیگه اتک سوم استان رو میندازه. ولی وقتی شما اسکال بشر رو آپگرید میکنید به ابیسال برید دو تا نکته این وسط اتفاق میفته. نکته اول اینه که به شما 1.6 ثانیه حق انتخاب میده که هر موقع صلاح دونستید از این 1.6 ثانیه استان توی فایت استفاده بکنید. نکته دومش که نکته مهمتریه، نوشته استک نمیشه با بقیه بش ها. یعنی چی؟ به زبون ساده‌تر اگه بخوایم توضیح بدیم اینجوری میشه که وقتی 1.6 ثانیه تموم میشه دیگه 1.2 ثانیه اسکال بشر حساب نمیشه که انمی 3 ثانیه تو استان باشه. بعدش انمی از استان در میاد و احتمال داره گست کنه، احتمال داره فرار بکنه. بهترین استفاده از این آیتم اینطوری میشه که بچه‌ها شما وقتی بلینک دگر میکنی روی هیروی انمی اول سعی کن از استان اسکال بشر استفاده بکنی. لحظه‌ای که اسکال بشر داره تموم میشه ابیزال رو روش یوز بدی تا از ماکسیمم ترین حالت استان استفاده بکنی. اگرم با اورسا پلی میدی فساد سمت راستیشو بردارید که فساد برداونش هست که میگه هر دیبافی توسط اورسا بیفته روی انمی 20% بیشتر میمونه. اینطوری بچه‌ها شما میتونید هیچ چیز هولوش 4 ثانیه انمی